امروز قرار اسباب‌بازی خاص امتحان کنیم. آماده ای؟ بفرمایید. بریم. حالا دلت خواسته کسی انگشتتون رو مک بزنه؟ تا این سموری که میبینی کارش اینه که انگشت شما رو مک کنه، انگشتتون رو. همین. از ژاپن اینو سفارش دادم. سمور مک زن. آره. آره شدتش میره بالا الان. دهنش چقدر باز میشه؟ بکن دیگه، گاز بزن دیگه، مک بزن. مک چرا واسه تو مک میزد واسه من نمیزنه؟ برای من چون قشنگ‌تره. خب حالا اینو برای چی استفاده می‌کنم؟ راستش نمیدونم، فقط میتونه 2 روز هفته دست تو باشه. 2 روز هفته دست من میتونه 2 روز اول دست من باشه. خب آیتم بعدی اپتیموس پرایم. وای از اینا واسه که برخورد درست کنی. من فکر میکردم آماده است، من حوصله درست کردن اینو الان ندارم. اوکی. اینه چیز دیگه رو که گفتم. اپتیموس واقعی رو میخوام بهت نشون بدم. چی کار داری میکنی؟ بسته بندی رو میبینی دیگه؟ آره درونه؟ درون نیست، ربات اپتیموس پرایمه، ولی این خفن ترین رباتی که تا حالا دیدی. اوه آره چراغ داره؟ چراغ داره. حالا اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن. هی اپتیموس ترانسفورم. صحبت میکنه با تو؟ میبینی؟ من اپتیموس پرایم هستم.